درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. ACA 203 در ازبکستان در تاشکند دیروز برگزار گردید و نتیجه این مسابقه 6 ورزشکاری تاجیک اشتراک کردند و 5 برد 1 باخت. مهراج محمدشویف دست بالا شد. فردوس ظریپов دست بالا شد. حریفش شکست ناپذیر بود از ازبکستان. مهراج مهدی ارزوزاده ببخشید دست بالا شد و همون محاربه شام انتخاب گردید. خیلی محاربه خوب بود، خیلی خوب جنگ کردن با حریفش و دست بالا شد. آیت الله مومینوف با خوشارف از قرقیزستان، خوشارف شکست ناپذیر بود و آیت الله مومینوف دست بالا شد، شکست داد حریفش رو و بونوس گرفتن. این یک بهترین که در بین اون قدر ورزشکاران ACA آیت الله مومینوف در این شام بونوس گرفت و فریدون عادیلوف بر ضد دورین یرمکوف دست بالا شد و اعظم غفوروف بر ضد ورزشکاری ارمنستانی شکست خورد در محاربه داوطلبی برای کمربند ACA و 6 ورزشکار 5 برد 1 باخت. من فقط میخواهم با شما درباره محاربه فریدون عادیلوف و اعظم غفوروف سخن کنم، چون که دیگرانش با قرار یک دیلانه داوران بردن. اینجا یگان جای سوال هم نیست، بهترین محاربه نشان دادن و فقط برای من مهم است که فریدون چجوری محاربه کرد و اعظم غفوروف. فریدون عادیلوف در وزن 86 وزنش رو خیلی کم کرده بود، 86 با دورین یرمکوف و دست بالا شد. اونجا گفتم که با قرار یک دیلانه داوران، من فکر خودم رو بیان میکنم که اینجا قرار یک دیلانه داوران نبود. با فکر من مثلا فریدون عادیلوف جنگ خوب نکرد راستی بچه‌ها. اگر فریدون عادیلوف همین خیلی جنگ کند، مثل چخیلی که بر ضد دورین یرمکوف جنگ کرد، من 100% باوری دارم که فریدون عادیلوف قهرمان نمیشود. اون قدر جنگ خوب نشان نداد، زیاد هدف نکرد. من فکر کردم که دورین یرمکوف رو شاید که در یکم راوند بزنه، چون که من فکر کردم که همین دورین یرمکوف و فریدون عادیلوف این یک زمین و آسمان فرق دارن، لیکن دورین یرمکوف خیلی جنگ خوب هم نشان داد. اینجا فریدون عادیلوف باید، اگر فکر میکنم که نمیدونم فریدون عادیلوف همون از با قول همین خودمون حوصلش از ورزش دور شده یا که نمیخواه اونقدر دیگه جنگ کنه. برای همین دوستان فکرتون رو نویسید که شما چی فکر دارید درباره محاربه فریدون عادیلوف بر ضد دورین یرمکوف از قزاقستان. اگر همین خیلی جنگ کنه در آینده فریدون عادیلوف کمربند رو او نمیبینه، چون که اونجا قهرمان مسلم است از داغستان و او خیلی خطایا رو نمیبخشد. مسلم خیلی جنگاور خوب است و شما دیدید که آخرین در برای کمربند چی خیلی جنگ کرد. برای همین نمیدونم، دوستان فکرتون رو نویسید برای جنگ فریدون عادیلوف و دورین یرمکوف. خوب برد، دست بالا شد، تبریک. ولی این همون فندهای MMA تاجیکستان رو قانع نمیکند. این خیلی بردن این بردن نیست. باید که خودت رو خوب نشانتی. بسیار پیش از محاربه بسیار حرف زدن، بسیار گپ زدن، هر خیل چی، ولی در محاربه او همون گپایی که گفتن در محاربه اونا نشان ندادن. مقصد فریدون عادیلوف. برای همین به هر حال به فریدون عادیلوف بردباری ها آرزومندیم و شاید که در آینده تیاری خوب بیند و قهرمانی ACA شود. اعظم غفوروف، راستی اعظم غفوروف حریفش فقط میگریخت، سرعت حریفش تیزتر بود. حریفش فهمید که اگر در جنگ روبرو زورش به اعظم غفوروف نمیرسد، برای همین همیشه رقم 2 کار میکرد، میزد و قفا میرفت. سرعتش که تیز بود از این استفاده بود و از روی خالها
азам ғафуров رو شکست داد و فکر میکنم که این هم خوب نیست. اگر این برای داوطلبی بود و همیشه لیگ ACA همین هم با قرار یک دیلانه داورم که من با این 100% راضی نیستم. میشه که مساویش دیان با یک بار دیگه جنگ کنن، نمیدونم دوستا. و از هم غفور هم 30 سالش رفته است و فکر میکنم که اونم شانس خودش رو گم کرد برای قهرمانی شدن برای در لیگ ACA، چون که 32 ساله است با فکرم و در وزن 57 خیلی دشوار است که تو قهرمان شوی در این سن سال در 32. نمیدونم، شاید که همون بدنش دیر پیر شود. آدمایی هستن که سن سالش پیر است ولی بدنش جوان است، برای همین شاید که از غفور از همین ذات آدما باشد که بدنش دیر پیر می شود و همیشه در همون در ورزش خوب است. میبینیم به هر حال اعظم غفورов رو افتاده نشود. دوستان فکرتون رو در بابت جنگ اعظم غفورov برای داوطلبی نویسید بر ضد حریف ارمنستانیش. حریفش همیشه میگریخت. اگر فکر میکنم که این خیلی آدم قهرمان نمیشود و هیچ کس مثلا روز دیگه را فراموش میکنن چون که تو جنگ خوب نشون میدی. برای همین اعظم غفورov خوب بود، پیش رفت، ولی باید همیشه ضربه میزد، ضربه نزد. همون فاصله با روسا میگن دیستانسیا، همون فاصله شه اعظم غفورov قپیدن نمیتونست که نزدیک شوه و ضربه زنه، چون که حریفش همیشه میگریخت، سونی عقیب میگریخت. برای همین متاسفانه دست حریفش رو برداشتن و در این محاربه ACA که 6 ورزشکار تاجیک اشتراک کردند، 5 برد و 1 باخت. برای ما همش بردن دست بالا شدن و این افتخاری مردم تاجیکستان هست. دوستان بعد یک اوضاع دیگر هم هست که شاید در تاجیکستان هم ACA محاربه برگزار کند، مسابقه برگزار کند. برای این ما باید کمتر انتظار شویم، شاید که به نزدیکی این خبر خوش به همه شما برسد و امیدواریم که همین خیلی هم می شود و در تاجیکستان لیگ ACA مسابقه برگزار میکنند. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان با تا امید دیدار.